بالا پرسپولیس خب یه ضعف‌ها و قوت‌هایی داشت به نظر من. یه مشکلش این بود که دروازه‌بانش بود. من فکر می‌کنم دروازه‌بانش خیلی قوی عمل نکرد تو این بازی. به نظرم شوک شد. اصلا درسته، حالا دست چپش دست راستش واقعا ضعیف‌تره، با بازی پاش ضعیفه، اون بازسازی رو نداره و اون دیستنس، اون فاصله بین دفاع و هافک تیم پرسپولیس مبارزه‌بان زیاد بود. به خاطر همین بازیکنان زوبان جلوی دفاع بین خطوطشون راحت میتونستن توپ بگیرن، ایجاد موقعیت کنن و نقاط ضعف دیگه پرسپولیس دفاع چپشون بود که حالا خوشبختانه گرفتن و حالا دلهوره هواداری کمتر میشه. خب به بازی با تراکتور که نمیرسه. ولی بازی به بازی من فکر میکنم هنوز فوتبال و برنامه فوتبال ایران هنوز دست سرمربی نیومده. تا یکی دو هفته دیگه من فکر میکنم تو دستش بیاد و تسلط پیدا کنه. تیم پرسپولیس نشون داد که میتونه رو زمین خوب بازی کنه مثل سالهای قبل و برنامه داشت برای این بازی. من حالا فنی‌تر بخوایم صحبت کنیم زمان بیشتری میبره و جلسات بیشتری باید بذاریم که بتونم فنی‌تر قشنگ با ویدیو و فیلم‌ها نشون بدم که مردم هم متوجه شن. ولی ضعف و قوت تیم پرسپولیس تا همین حدودات صحبتایی که انجام دادیم بود و حالا این نفراتی هم که گرفتن میتونن کمک کنن اون نقطه ضعف رو تا حدودی پوشش بدن. بریم حالا به کسایی که بازی پرسپولیس رو نگاه می‌کنن اونها هاشون خوب تخصصی تر نگاه می‌کنن، ولی ما که نگاه می‌کردیم انگار بازی شکل نمی‌گرفت. یعنی تیم تا می‌خواست از عقب بیاد و بازی سازی بکنه، با یه خطای حریف یه اتفاقی میافتاد دوباره تیم میومد عقب و این ریتم بازی پرسپولیس حفظ نمیشد در واقع برای اینکه بتونه پشت سر هم حمله بکنه. آهنگش موضوع یعنی یه حالت ریتم ثابت نداشت. بله. شما ببینید البته با توجه با این صحبتی که شما کردید مجید باز ایجاد موقعیت کرد، حتی چند تا موقعیت خوبم داشت که متاسفانه استفاده نکردن و من فکر می‌کنم با گذشت یکی دو هفته دیگه به اون هارمونی و اون ثبات و اون بازی که خود سرمربی دوست داره بتونن برسن. بازی اول من فکر می‌کنم بازی بعدی رو انجام ندادن، هرچند میتونستن برنده بازی هم باشن. بله پنجشنبه یک شهریور گلگهر سیرجان با استقلال خوزستان بازی می‌کنه ساعت 19:30. آلومینیوم اراک با نساجی مازندران 19:30. تراکتور و پرسپولیس 19:45 برگزار میشه و فولاد و مثل رفسنجان هم ساعت 20:30 بازی خواهند کرد. حالا این بازیایی که فردا قراره برگزار میشه بازی‌های مختلف رو دیدی؟ تونستی بازی‌های مختلف رو ببینی؟ من بازی‌ها رو تا حدودی دیدم، دنبال کردم. به نظر مثلا تراکتور رو چطور دیدی؟ چون بازی سختی خواهد بود برای هر دو تیم. بله تراکتور ببینید برای اولین بار بعد چند سال تونست مثل رفسنجان رو ببره اونجا. خب مثل رفسنجان تیم خیلی خوبی داره و فصل پیش هم زیاد دور نیست، یک ماه و نیم پیش بود. بله. همون شاکله رو حفظ کرده، یقه خیلی تیم‌ها رو گرفت. شما اصلا خود تراکتوری بعد از 10 فصل فکر می‌کنم تونستن اولین بازیشون رو در لیگ ببرن. بله منم همینو میگم، عرض کردم خدمتتون و با اومدن اسکوچیچ و این نظم تیمی که داشتن واقعا میشه امسال خیلی بازیکن خوب میتونه امسال یکی از مدعیان اصلی باشه اگر حاشیه‌ها به وجود نیاد برای اون تیم و آرزوی موفقیت می‌کنم. من گل اولشون رو که دیدم واقعا با برنامه و تاکتیک بود، کورنری که انجام دادن یعنی مشخص بود که کار شده بود، با کار نکردن نمیشه این کار رو انجام داد. بله. و برنامه داشت و مطمئنم از تراکتور میتونیم حرفای زیادی جذاب بشه با پرسپولیس، چون حالا بازیکن سابق پرسپولیس هم اونور هستن و ترابی و اسماعیلی فر سمت راست تراکتور، پرسپولیس هم سمت چپش که فعلا بازیکن نداره. وحید امیری به نظرم روز سختی رو خواهد داشت تو بازی با تراکتور. البته وحید امیری بازی خوبی هم انجام داد. بله تمام تلاشش کرد. زبان خوب بازی کرد ولی چون چندین وقت بود که بازی نکرده بود تو اون پست، من خودم تو اون پست بودم گوشه چپ و راست، توان و انرژی زیادی میخواد که مدام 90 دقیقه این سوپا بری برگردی، این انرژی زیادی این الان میخواد. هم کار ترکیبی که میکنن هی دور میزنن خیلی باید مراقبت بیشتری بکنن دیگه که دور نخورن در واقع. حالا خب باید بلاک کنن دیگه سمت راست تراکتور و گوشه چپ تراکتور که آیه نادری هستش و حسین زاده و یادم رفت اسمش از پرسپولیس رفت
گوشه چپ بود. پرسپولیس 3 تا رفته بودن دیگه. خب یه اسماعیل فر رفته بود، بیرانوند رفته بود، ترابی رو عرض میکنم. حالا اینا میتونن آره خطرناک کنن. مطمئنم که حتما خوب آنالیز کرده تیم پرسپولیس، چون مربی قوی و حرفه‌ای است. امیدوارم ان شاءالله شاهد بازی جذابی باشیم و مردم لذت ببرن. شما یه پیش بینی بکن پرسپولیس رو. من فکر میکنم بازی مساوی بشه. مساوی با گل مساوی بشه. امیدوارم. ولی باز هم احتمال بردن پرسپولیس زیاده، به این دلیل که تراکتور واقعا میاد فوتبال بازی میکنه و هجومی بازی میکنه و اغلب مثل ذوب‌آهن خیلی بلاک‌های دفاعی و پوشش‌های زیادی رو ایجاد نمی‌کنه که سخت‌تر باشه عبور کردنش. تراکتور چون میاد واقعا مثل پرسپولیس هجومی رو به جلو بازی میکنه، هم میتونه ایجاد موقعیت کنه و هم موقعیت بده به تیم پرسپولیس.